دارها أيا دارها. وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. جابر بن عبد الله گفت وقتی که کسی در نماز خنده میکنه اعاد الصلاة تنها نماز خود اعاده کنه ولم يعد الوضوء وضوء اعاده نکنه. این مسئله دیگه است که امام بخاری به اشاره میکنه. احناف خنده قهقره در نماز در هر نمازی که ذات رکوع و سجود باشه خنده قهقره از جمله نواقض وضو میدانه. و احناف استدلال میکنه به یک روایت ضعیفی که ابو العالیه روایت کرده، روایت مرسل است که ابو العالیه روایت کرده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همراه صحابه به نماز استاده بود. یک شخص نابینا آمد، یک چقوری افتید، بعضی مردم خنده کردن. پس پیغمبر اسلام به اونها امر کرد ایعید الوضوء و الصلاه، که نماز وضوء خود و نماز خود اعاده کنه. لیکن ایرا حافظ محمد ابن سیرین رحمت الله علیه گفته که به مراسیل حسن و به مراسیل ابو العالیه شما عمل نکنین، به خاطر که اینا همیشه ای پرواره نمیکردن که از کی بگیره. مرسل او را گفته میشه که از نام صحابی ذکر نباشه یا واسطه منقطع باشه. مرسل خودش یکی از اقسام حدیث ضعیف است، یکی از اقسام حدیث ضعیف است. بخصوص ابن سیرین گفته که با مراسیل حسن و بمراسیل ابو العالیه شما عمل نکنین، به خاطر که اونها دقت نمیکردن که از کی حدیث میگیره، از هر کسی حدیث میگرفتن. و حافظ ابن حجر در تلخیص الحبیر گفته که ابن جوزی در مورد ازی گفته که در مورد خنده کردن در نماز، خنده جمله نواقض وضو نیست، که امام احمد گفته که لیس فی الضحک حدیث صحیح، در مورد خنده که خنده ناقض وضو است هیچ حدیث صحیح ثابت نیست. و همچنان و حدیث شخص نابینا که پیشتر گفتم مدار از حدیث به ابو العالیه هست، مرسل است و مرسل از جمله اقسام حدیث ضعیف است که لا يحتج به. امام مسلم رحمت الله علیه در مقدمه مسلم ذکر کرده که به نظر عام علماء حدیث، عام علماء حدیث نظرشان است که مرسل، حدیث مرسل از جمله اقسام ضعیف است و حدیث ضعیف قابل استدلال نیست. بناء امام بخاری رحمت الله علیه به کسای رد میکنه که اونا خنده را از جمله نواقض وضو میدانه. میگه قال جابر بن عبد الله اذا ضحك في الصلاه، زمانی که یک نفر در نماز خنده میکنه اعاد الصلاه، نماز خود اعاده کنه، ولم يعد الوضوء و وضو را اعاده نکنه. بس خنده به هر شکلی که باشه، نگفته که خنده اگر قاقه باشه باید که وضوء خود اعاده کنه، به خاطر ازی هیچ کدام دلیل قوی نیست. وقال الحسن ان اخذ من شعره و اصفاره، حسن بصری گفته ان اخذ من شعره و اصفاره، اگر کسی از موی خود و از ناخنهای خود بگیره، او خلع خفیه، یعنی که موزهای خود بیرون کنه، فلا وضوء علیه، سر از وضو نیست، وضوش باطل نمیگرده. در این مسئله اختلاف است. خود در مسئله ناخن و مسئله موی خود اتفاق است که اگر کسی موی داشته باشه به موی خود مسح کرده باشه و بعد از مسح، بعد از وضو موی خود بتراشه، آلی محل مسح از بین رفت، با کدام محلی که مسح کرده بود و محل از بین رفت، ایجا اتفاق نظر است که به وضو نقض نمیشه گرچه محل مسح از بین رفت. با همین قسم ناخنای را که شسته بود اگر کسی بعد از وضو ناخنای خود بتراشه بگیره به وضوش نقض نمیشه. اما در مورد کشیدن موزه ها، یا کسی سر موزه خود مسح کرده باشه یا کسی سر جراب خود مسح کرده باشه و بعد از مسح موزه خود یا جراب خود بکشه، چی حکم داره؟ در مسئله سی نظر است. یک نظری است که فقط پای خود بشویه، این نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. نظر کسایی است که
در وضو موالات شرط نمیدانه، دیگه وضویش به حال خود باقی مانده و در وضو به نزد احناف موالات یعنی پای در پای بودن شرط نیست. ای که وقفه آمد و موزه خود کشید، چون هم یک محل بدون غسل مانده، بدون شستن مانده، پای خود بشویه، دیگه کدا مشکل نیست. و کسایی که قائل به ایستن که در وضو موالات شرط است، اونا دو نظر داره. یک نظر ایست که مکمل وضو نقض میشه با کشیدن موزه، چون محل مسح از بین رفت، بناء مسح نقض شد. وقتی مسح نقض شد، علی اگر پای خود میشویه، چون موالات ختم میشه، دیگه اندام های خود قبلا پیش شسته، علی که پای خود علی میشویه، موالات مراعات نمیشه. از این خاطر مکمل وضو را باید که اثر بگیره. نظر سوم است که به نظر کسانی که اونها قائل به موالات هستند که موالات در وضو فرض است، که با کشیدن موزه و با کشیدن جورب نه وضو نقض میشه نه مسح نقض میشه. این نظر راجح است و این تقریبا نظر خلفای اربعه است رضی الله عنهم. دلیل ازی اثر علی رضی الله عنه است که ابن ابی شیبه از ابو زبیان نقل کرده و گفته که رأیت علیا بال قائما ثم توضأ. ما علی را دیدم که در حالت استادن باول کرد و وضو گرفت و مسح على علیه، با پیزارهای خود مسح کرد. اینجا مراد از پیزارها و پیزارهایی که ساتر بجلکها بود، با او مسح کرد. باز فخلعهما، باز پیزارهای خود کشید و ثم اقام المؤذن، باز مؤذن اقامت گفت و علی رضی الله عنه پیش شد و نماز داد. از این معلوم میشه که کشیدن موزه یا کشیدن جراب از جمله نواقض وضو نیست، یا اثر صحیح است. و همچنان اینجا که امام بخاری رحمت الله علیه مسئله ناخن و مسئله موی ذکر میکنه. اگر ما از قیاسم کار بگیریم، اگر کار بگیریم، کسی که مسح میکنه بس مویای خود، باز مویای خود میگیره، علی محل مسح از بین رفت، لیکن مسح به حال خود باقی مانده. با همین قسم اگر کسی جراب خود یا موزه خود بیرون بکشه، محل مسح که از بین رفت، مسح به حال خود باقی مانده، این وضو نقض نمیشه و مسح هم دوباره سرش لازم نمیشه. امام بخاری ذکر میکنه که کشیدن موزه ها از جمله نواقض وضو نیست. و قال ابو هریره رضی الله عنه لا وضوء الا من حدث. و ابو هریره گفته که نیست وضو الا من حدث، مگر از حدث. بس حدث ابو هریره خودش تفسیر کرده که فصاء او ضرات، خارج شدن هوا، چی به همراه آواز باشه و چی بدون آواز باشه، به تفسیرش کرده. یعنی غیر از آن چیزی که از یکی از دو راهها بیرون میشه، دیگه هر چیزی که از بدن انسان بیرون میشه از جمله نواقض وضو نیست. و یذکر عن جابر رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع. و ذکر میشه از جابر بن عبد الله رضی الله عنه. جابر میگه که نبی صلی الله علیه و سلم در غزوة ذات الرقاع به صحابه گفت که من یحرسنا، امروز کی حراست مرا میکنه، امشب کی حراست مرا میکنه. باز یک مهاجر و یک انصاری، عمار بن یاسر و عباد بن بشر رضی الله عنهما، اونا گفتن که ما امشب پیره میکنیم. باز وقتی که اونا پیره میکردن، یکیشان خواب بود، دیگهشان که پیره میکرد نماز میخواند. یک شخصی از مشرکین آمد او را به تیر زد، و نمی صحابی تیر از بدن خود کشید، خون از بدنش جاری بود، نماز خود قطع نکرد. باز دیگه تیر آمد او را کشید، باز دیگه تیر آمد او را کشید، باز نماز خود کوتاه کرد. وقتی که نماز خود خلاص کرد، با صاحبش گفت که این قسم مشکل پیش شده. باز او برش گفت که چرا مرا بیدار نمی کردی، یا چرا نماز خود قطع نمی کردی. او گفت که كنت في سورة فاحببت ان اتمها، ما در یک سوره بودم که ما خوش داشتیم که پورا کنیم، یا فکرهت ان اقطعها، ما بد دیدیم که ما قطع کنیم، پورش نکنیم. سوره کاف میخواند، به خاطر که سوره پورا شوه، از این خاطر ما نماز خود قطع نکردم. و همچنان پیشتر گفتم که عمر رضی الله عنه وقتی که خنجر زده شد، خون از بدنش جاری بود، نماز خود قطع نکرد، در حالی که ابتدای نماز
بدون وضو هم حرام است و ادامه دادن به نماز بدون وضو هم حرام است. پس اگر بیرون شدن خون از جمله نواقض وضو می بود، باید که نمی صحابه نماز خود ختم کردن به خاطر که بدون وضو لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث، لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا. الله تعالی قبول نمیکنه نماز یکی از شما را زمانی که بی وضو میشه حتی يتوضا، تا که وضو نگرفته باشه. وقال الحسن فرمي رجل، زاده شد یک شخص بسهم بتیر فنزفه الدم، پس خون از او به کثرت جاری بود. فرکع رکوع کرد و سجد سجده کرد و مضى في صلاته و نماز خود ادامه داد. وقال الحسن، حسن بصری گفته ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، همیشه مسلمانان در زخمهای خود نماز میخواندن. زمانی که مسلمان ها در غزوات زخمی میشدن نماز میخواندن، وضو را نمیگرفتن. پس از این معلوم میشه که بیرون شدن خون از جمله نواقض وضو در بین مسلمانان نبود. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز، طاووس بن كيسان، محمد بن علي، عطاء بن ابي رباح واهل حجاز، علماء اهل حجاز اونا گفتن ليس في الدم وضوء، در بیرون شدن خون وضو نیست، خون از جمله نواقض وضو نیست. وعصر ابن عمر بثرة، و پیشخ کرد عمر ابن عبدالله ابن عمر رضی الله عنه بثرة یک دانه را که در رویش بود، فخرج منها الدم، از خون برآمد، ولم يتوضا، وضو نگرفت نماز خواند. پس این اثرم دلیل است که خون از جمله نواقض وضو نیست. ومزق ابن ابي اوفى دما فمضى في صلاته، وعبد الله بن ابي اوفى رضی الله عنه تفکد خون را و فمضى في صلاته، در نماز خود ادامه داد و نماز قطن وضو نگرفت نماز خواند. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم، وگفت عبد الله بن عمر و حسن بصری في من يحتجم، درباره کسی که حجامت میکنه، حجامت یعنی خون میکشه از بدن خود، ليس عليه الا غسل محاجمه، نیست سر ازو مگر الا غسل محاجمه، مگر شستن محاجمش، یعنی کدام جایی که در کدام جایی که حجامت شده، از کدام جایی که خون کشیده شده، فقط نمی جربه شویه و دیگه وضو گرفتن سر ازو نیست. پس از این معلوم میشه که در حجامت خون کشیده میشه لیکن سر انسان وضو لازم نمیگرده. پس اینمی آثار هم دلالت به این میکنه که بیرون شدن خون از جمله نواقض وضو نیست. حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، ابو هريره می فرماید که نبی صلی الله علیه و سلم فرموده لا يزال العبد في صلاه، همیشه یک بنده در نماز می باشه، ما كان في المسجد، تا زمانی که در مسجد باشه، ينتظر الصلاه، که انتظار نماز میکنه. تا وقتی که انسان در مسجد به انتظار نماز نشسته باشه، اینمی انسان در نماز است، ما لم يحدث، تا که انسان خود به وضو نکرده باشه. فقال رجل اعجمی، یک انسان اعجمی گفت ما الحدث یا ابا هریره، یا ابا هریره حدث عبارت از چیست؟ انسان چگونه به وضو میشه؟ قال الصوت، ابو هریره گفت که با بیرون شدن آواز، یعنی ضرط، و بیرون شدن هوایی که به آواز باشه. یعنی پیشتر ما گفتیم که ایراد تفسیر بالتمثیل میگه. ابو هریره به خاطر حدث یک مثال بیان کرده. خب امام بخاری استدلال میکنه که به نظر صحابه فقط اونمی چیزی که از دورها بیرون میشه از جمله نواقض وضو بود و دیگه چیزی که از بدن انسان خارج میشه ایرا صحابه از جمله نواقض وضو نمیدانستن. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. از نبی صلی الله علیه وسلم سوال شد درباره کسی که الرجل يخيل الیه انه خرج منه شيء، درباره کسی سوال شد که یک نفر احساس میکنه که از او چیزی برآمد، هوا خارج شده، اینطور احساس میکنه و در نماز باشه چی باید بکنه؟ قال لا ينصرف، رسول الله فرمود که از نماز خود نگرده، نماز خود قطع نکنه، حتی يسمع صوتا او يجد ريحا، تا این که بشنوه آواز را یا احساس بدبویی را بکنه. این حدیث هم به خاطر از
امام بخاری در اینجا نقل کرده که هر آن چیزی که از یکی از دو راه‌ها بیرون میشه از جمله نواقض وضو است و دیگر چیزی که از بدن انسان بیرون میشه از جمله نواقض وضو شمرده نمیشه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي محمد بن الحنفية پسر علی رضی الله عنه بود. مادرش از بنو حنیفه بود، از او خاطر حنفیه گفته میشه، محمد بن حنیفه گفته میشه. قال علی، محمد میگه که علی گفته كنت رجلا مذاء، بودم ما یک شخصی که از ما زیاد مزی بیرون میشد. مزی اونمی آبی که در وقت مداعبت از انسان بیرون میشه. فاستحییت ان اسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم، پس ما سوال کردم که پس ما حیا کردم از اینکه ما سوال کنم از رسول الله صلی الله علیه وسلم. در دیگر روایت ها آمده که لمکان ابنته منی، به خاطر که دخترش پیش ما بود از این خاطر ما حیا کردم که از رسول الله در این مورد سوال بکنم. لیکن حیا مانع از این باید نشود که انسان سوال نکنه، بیخی نکنه. از این خاطر اگر خود انسان سوال کردن نمیتونه، با کسی دیگه وظیفه بیته که درباره از سوال بکنه. فامرت المقداد بن الاسود، پس ما امر کردم مقداد ابن اسود که در مورد ما سوال بکنه. فسأله، پس مقداد ابن اسود از رسول الله سوال کرد در این مورد. فقال فيه الوضوء، پس گفت رسول الله که دی وضو لازم میگرده. این از این معلوم میشه که یکی از نواقض وضو خروج مزی هست. به خروج مزی وضو لازم میگرده و مزی که از انسان خارج میشه که وضو لازم میگرده. دیگه در حدیث آمده که اغسل ذکرک و انثیک، عضو تناسلی خدا و خاصیتین بشویه. و دیگه در لباس در حدیث آمده که فقط او پاش بکنه. اگر به امرای بول لباس انسان چتل میشه اونمی لباس باید شسته شوه، مکمل صحیح شسته شوه. اما درباره مزید حدیث آمده که فقط او پاش شوه، او پاش کفایت میکنه. و رواه شعبة عن الأعمش، و حدیث شعبة از اعمش روایت کرده. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد اخبره انه سأل عثمان بن عفان. زيد بن خالد میگه که ما سوال کردم از عثمان بن عفان رضی الله عنه. قلت گفتم ارأيت اذا جامع، بما خبر بیتی اگر یک کس جماع و هم بستری بکنه فلم یمنی، منی خارج نشوه، انزال نشوه، در این مورد چی حکم است؟ آیا غسل لازم میشه یا نمیشه؟ قال عثمان رضی الله عنه گفت یتوضأ کما یتوضأ للصلاة، وضو بگیره مثل که به خاطر نماز وضو میگیره. و یغسل ذکره و عضو تناسلی خدا بشویه. قال عثمان سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما شنیدم اینمی سخن از رسول الله صلی الله علیه وسلم. فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب وأمروه بذلك. زيد بن خالد میگه ما در این مورد از علی و زبیر و طلحه و ابی بن کعب از کل صحابه سوال کردم. فامروه بذلك، این همه صحابه بینمی چیز امر کردن که فقط وقتی که انسان هم بستری میکنه دخول صورت میگیره اما انزال نمیشه، منی خارج نمیشه، که در این صورت فقط وضو هست و غسل نیست. این حدیث در ابتدای اسلام بود. در ابتدای اسلام وقتی که یک نفر هم بستری میکرد و انزال نمیشد، این حکم بود که غسل لازم نمیشد. باز در آخر پیغمبر اسلام فرموده که اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. خلاصه حدیث است که وقتی که انسان هم بستری میکنه و دخول صورت میگیره فقد وجب الغسل، غسل واجب میشه. بعض روایت هایش آمده که و ان لم ينزل، اگرچه انزال نشوه، اگرچه منی خارج نشوه بازم غسل واجب میشه. در دیگر روایت است که اذا التقى الختان والختان فقد وجب الغسل، زمانی که محل ختنه شده مرد با محل ختنه شده زن یک جا میشه فقد وجب الغسل، غسل واجب میشه اگرچه انزال صورت نگیره. پس این حدیث منسوخ است. در ابتدای اسلام همین قسم حکم بود که اگر کسی هم بستری میکرد و انزال نمیشد غسل لازم نمیشد، تنها وضو لازم میشد. باز در آخر امر پیغمبر اسلام گفت که اگرچه انزالم نشوه
زمانك دخول سورة ميقرا غسل واجب مشاء. حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ميقا كرسول الله صلى الله عليه وسلم روان قد كسر إلى رجل من الأنصار بيك شخص از أنصار فجاء فسمو شخص أنصاري أمد ورأسه يقطر در حالك السرش أب ميشكيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بس قف النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك مثلك ما بتو عجلة كردم ما ترد عجلة ودار ساختم. فقال نعم. والشخص قف كبالي دربين الصحابة ودربين رسول الله تكلفات نبود دي مسائل بخاطرك مسائل دينس إحساسي شرم نمي كردن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود إذا أعجلت أو قحطت زمانك بتو عجلة شوا إن وقتك كان بستريمي يكوني وإنزال نشوي أو قحطت يا زمانك آب نشوى إنزال نشوى مني خارج نشوى. قحطت أسقحت كرفتشدا مثلك قحط انحباس المطر ميجا بن سوداني باران. قحطت يعني زمانك مني بن شوى يعني إنزال نشوى خارج نشوى. فعليك الوضوء بس تريتو فقط وضوء قرفتن لازم غسل ناس بيشتر قفتم كي يحكم در ابتداء الإسلام بود. بسان رسول الله قف كي بمجرد داخل السودان دخول غسل لازم مش أجرش إنزال سورة نجرة. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. باب الرجل يوضئ صاحبه باب استر موردي يك شخص كي يوضئ صاحبه كي وزومي دهد بصاحبش يكسي كي بكسي دقا وزومي دهد. داي مورد إمام بخاري رحمة الله عليه إبابا در مورد عزيز ذكر کرده كي بهمراي كسي در وضوء إعانة كردن كومك كردن چي حكم داره. إجا إمام بخاري رحمة الله عليه بي مسألة حكم نكرده كي جائزة يا نجائزة. البته حديثة بخاطر جواز ورده إعانة كردن وضوء كسي كي وضوء ميكونا بهمرايش إعانة كردن وكومك كردن سي قسمس يكي كومك كردن بيكي بهمراي براي أزو كسي آب بياره مثل كي بيشتر موش ما كان حديث أخوان دم كي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وقت كي وضوء ميقرفت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب الوسادة والطهور والنعلين قفتم يشد أبي وضوء شمي برد. يا أنس بن مالك قفكي كنت أنا وغلام النحو كنت أحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء ما ويك بشكاكي دقايق بمثل ما بود يك ظرف آبرا بأمراي بيغمبر السلام حمل ميكردم بخاطرك وقتك قضاء حاجات ميك حاجات خود برا ميكد باز استنجا ميكد وضوء ميقرفت. داي كده مشكل نيست ويكي رختانداني آبس كسي وضوء ميقرا وكسي دقا بخاطر أزو آب ميرزانا. داي مورد بعض علماء قفتك مكروه هست اگر بدون ضرورت باشا لكن هذه حادث ثابت مشكي اجى صحابي آب رختان ده ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء گرفته هذه معلوم مشكي داي عمل كده مشكل نيست. والشكل سوم اسكي يكسي مستقيما بكسي وضوء ميتا اعضاء كسر مشويا. امام بخاري بخاطر هذه توقف کرده كي داي مسألة كده نص صريح نيست هذه خاطر توقف کرده. لكن اي قسم حالات اگر ضرورت نباشه چون ده حدیث ثابت نیست نباید کشوا چون کسی که عمل میکنه و عمل خودش باید بکنه مثل که کسی نماز میخونه خودش نماز باید بخونه وضو گرفتن ما می قسم یک عمل است باید که خودش عمل انجام بده. این قسم ده حدیث نمده کسی مگر تنها ده صورتی که یک نفر عذر داشته باشه که ان شاء الله ده باب ده کتاب میآید ده صورت یک کسی میتونه که مستقيما در مباشرة أمي عملي وضوء أمرش همكاري إعانة بكنا دو كذا مشكل نس. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة أسامة بن زيد رضي الله عنه مي فرمايد كي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنقامي كي برقش از عرفاء بس هو مزدلفة كي معمد عدل إلى الشعب عدول كد بطرفي جاي كي دربين الكوهابود دربين دو كوبود
فقضى حاجته، بس رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته خذ بركد. قال أسامة ابن زيد قفت فجعلت أصب عليه، بس وقتك رسول الله قضى حاجته أمد ما شروش دم أصب عليه كما آب بو ميرخ تندم ويتوضأ ورسول الله وزومي قرفت. فقلت يا رسول الله، بس ما قفتك يا رسول الله أتصلي أي نماز ميخواني؟ قال المصلى أمامك. رسول الله فرمودك جاي نماز ده بشروي تس عند مزدلفة باز نماز ميخوانم، ده مزدلفة شام وخفتنا جمع ميكونم. حديث بيشتر موش ما خواندم إجا حديث إمام بخاري بخاطر عزيزة ورده كي أسامة بن زيد رضي الله عنه آب ريختان ده ورسول الله وضو گرفته. پس از این معلوم میشه که در به همراه کسی در وضو این قسم اعانت کردن کدام مشکل نداره. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة ابن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة. عروة بن المغيرة بن شعبة اسفادر خود از مغیره بن شعبه روایت کرده انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، که مغیره بن شعبه به همراه رسول الله صلى الله عليه وسلم یکی از سفرها بود. و انه ذهب لحاجة له، و رسول الله صلى الله عليه وسلم رفت بخاطر قضاء حاجت پس آمد. و ان مغیره جعل يصب الماء عليه، و مغیره بن شعبه شروع شد که يصب الماء عليه که آب و رسول الله میریختند و هو يتوضأ و رسول الله وضو میگرفت. فغسل وجهه ويديه، بس رسول الله ششت روی خدا و دستهای خدا و مسح برأسه، و رسول الله با سر خود مسح کرد و مسح على الخفين و بجرابهای خود با مزهای خود مسح کرد. این حدیث امام بخاری بخاطر ازی آورده که مغیره بن شعبه رضی الله عنه به همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در وضو اعانت کرده، آب ریختانده. و از این حدیث این سلام ثابت میشه که قبلا ذکر نشده که و مسح على الخفين که رسول الله به موزهای خود مسح کرد. اگر پای انسان موزه داشته باشه، جراب داشته باشه، آدم باید که مسح بکنه. مسح على الخفين گرچه بحثش مستقل میایه، یکی از جمله شعارهای اهل سنت والجماعت است، بخاطر که اهل بدعت ایرا قبول نداره. اهل بدعت اونا مستقیما به پای خود مسح میکنه بدون جراب و بدون موزه مسح میکنه، و از علامه های اهل سنت والجماعت است که اونا به موزه ها مسح میکنه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. أيا دارها حييت دارا ومن